بهترین مثلا رنگ امام علی رحمت داشته باشیم که خیر وطن آباد و وطن اینا مثال اگر نمیگه یک خاک از یک وطن یک آب یک چیه نکی در بین یک دریا جدا میکنه وطن نکی در ما جنگ های در اینجا نه این همی یک ایداغ یک خرسند یک چیه که مقصد خیلی وطن ما مقصد آبادی و وطن یک چیه ده تنجه که دیگه اگر که دولت حواس میکنه که کی باشن خیلی مردم اومدن دیدن ایراغون دیدن کردن ما بسیار تماشا کردیم نمورای ما آدم در تلویزیون در شبکه و فیسبوک تماشا کردیم که چه خیلی مردم وقتی اومدن تماشا کرد دید که این وطن ما را دید کیف کردن از هم دلی که خولیگانسکی گفتن کیف کرد دید وطن را دید خیلی چیزی که راست ایون حجت با بیان نیست از هم دلی همون چیزایی که در حقیقت همون آدم میگه که در همین وطن همین خیلی حقیقت همین خیلی تنجی هست آبادی اینا همچین یک مایده نه مقصد ما همون مثال خیلی مثال میریم در غریبی اوه میگیم چی خیلی اوه لا تا یکون مایده فکر نکنیم وطن آباده وطن تنجی هیچ محل اکو یکون مایده فکر نکنیم که در وطن انشالله هم یک فقط در همین وطن فقط یک چیز نمیرسه که همین جای کار کمترک انشالله که کمترک مشکلی میرسونه این جای کار هم با مرور زمان انشالله بود میشه اوج علاقه مهاجران هم کم شده سوریه در هیچ خیلی بود اوج سروکا بسیار شده کار انشالله میشه و همش تاجیکستان انشالله با گلگرشکفان میشه پیش قدم میشه و یکم مایده برادرها یکم فکر نکنه که در تاجیکستان خیلی نیست صد فایده این اما یک سال یا مشکل هم دیم نمرده میشنگه الحمدلله خدا در رزق خدا تاکسی میزدیم میشه اوس کار دیگه اومده چی نکردیم ما یکم بگیم که زد فهمیدیم که در همین وطن هم زندگانی کرده مقصد در همین وطن هم بیمسکار هم میشیده در همینجا کار زندگانی کرده مقصد هم میشیده خیلی اون مسکار خیلی آدم میرم مثل شخصا من میرم که برای خیلی کم ترک یکو پرابلم های کلون که داری و این شرایطی که کار اینجا کمتر ولی که سستر نسبت بسیار خیلی برای بود کلا نمیتونی خیلی خوجگی رو میشه خوجگی 100% میشه بردن انشاءالله همه چیتا 100% میبره به قرض به این یکون الحمدلله که بسیار چیزا هم همین جور